درود و مهر به روی ماهتون. عشقه من، همراهان جان و رفقای همیشگی کانال فالینا. خیلی خوشحالم که تو این لحظه ناب دوباره فرصتی شد تا کنار هم باشیم. یادتون باشه که هیچ حضوری اتفاقی نیست. اگه الان صدای منو میشنوی، حتما کائنات پیامی براتون داره که باید همین لحظه به گوشتون برسه. قبل از این که بریم سراغ تفسیر، ازتون میخوام با قلبی آروم و نیتی پاک انرژیتون رو به کلمات من گره بزنید. برای اینکه این تبادل انرژی بین ما کامل بشه و خیر و برکت این کلمات در زندگیتون جاری بشه، با لایک ها و کامنت های پرمهرتون ازم حمایت کنید. من تک تک پیاماتون رو با عشق میخونم. خب اگر آماده این، ببینیم چرخ گردون برای اولین ماه سال چطور میچرخه. فروردینیای پر انرژی من، اولین چیزی که توی فنجونتون به چشم میخوره یک ماهی تیر است. ماهی همیشه برکت و پوله، اما وقتی تیره میشه یعنی باید این روزها 6 دنگ حواست به کیف پولت باشه. مراقب باش مبلغی رو از دست ندی. خبر خوب این که مسئولیت ها و آدمای جدیدی تو محیط کار در انتظارتونه که میتونه مسیر شغلیتون رو کلن عوض کنن. تو روابط عاطفی ممکنه کمی بالا و پایین داشته باشید. یه دیدار احساسی قرار تمام اون دلخوریا رو بشوره و ببره. عزیز دلم، بر اساس این انرژی خانی حس میکنم گاهی اونقدر غرق در حسرت نشدنها میشی که نعمتهای نقد زندگیت رو نمیبینی. یادت باشه هر نشدنی حکمتی داره. همین امروز قلم و کاغذ بردار و بابت 40 تا از داشته های زندگیت شکرگزاری کن تا درهای رحمت برات باز بشه. نشونه بعدی که من میبینم خیلی قشنگه. انگار یه پرنده یا یه جوونه داره از دل خاک بیرون میاد. این یعنی انرژی شروع و خبر خوب. برای فروردین یه در بسته کم کم داره باز میشه. اگه مدت‌ها منتظر جواب، تماس، خبر یا نتیجه یه کاری بودی، این ماه احتمال حرکتش زیاده. فال میگه تو انقدر منتظر میمونی همه چیز قطعی بشه که فرصت رو از دست میدی. زندگی همینه. با اطمینان کامل جلو نمیره. یه قدم کوچیک بردار، بقیه مسیر خودش کم کم معلوم میشه. اردیبهشتیای خوشقلب. اولین نمادی که روی فنجونتون دیده میشه یه برگه. برگ توی فال یعنی رشد. اما این نه رشدی که یه شب اتفاق بیفته ها. رشدی که آروم، بی سر و صدا و ریشه دار پیش میره. شاید این روزا احساس کنی اتفاقات خاصی توی زندگیت نیفتاده. ولی فالت میگه درست مثل درختی هستی که قبل از شکوفه دادن داره ریشه هاش رو محکم میکنه. اگر دانشجو هستی یا دنبال یادگیری مهارتی هستی، خبرهای خوبی دیده میشه. اگه مجردی، انرژی یه آشنایی یا خواستگار هم توی فال داری. اما عجله نکن. این بار اجازه بده زمان شخصیت واقعی آدم ها رو نشون بده. یه نشونه دیگه هم اینجا هست. یه نفر که شاید مدت‌ها باهاش اختلاف یا دلخوری داشتی دوباره سر راهت قرار میگیره. این بار انتخاب با خودته. ببخشی یا فقط از اون تجربه درس بگیری و مسیرت رو ادامه بدی. فالت یه هشدار هم داره. حس میکنم یه نفر اطرافت هست که انرژی رقابت یا حسادت داره. لازم نیست باهاش بجنگی. بهترین جواب برای آدمای منفی موفق شدن خودته. از نظر مالی شاید پول زیادی وارد زندگیت نشه، اما خرجای بیهوده هم کمتر میشه و این خودش یه جور برکته. و یه حرفی از ته دلم بهت بگم. اگه احساس میکنی ذهنت یکم به هم ریخته، قبل از اینکه بخوای زندگیت رو مرتب کنی، اتاقت رو مرتب کن. باورت نمیشه چقدر نظم بیرونی ذهن آدم رو آرومتر میکنه.
عدد 22. این عدد ارتعاش آرامش، بخشش و رشد درونی برای شماست. خردادی های باهوش و پر انرژی. توی فال شما یه نماد خیلی جالب دیده میشه. یه مسیر کشیده که انگار به مقصد تازه‌ای میرسه. این نشونه معمولاً از سفر، جابجایی یا تغییر شرایط پیغامی داره. برای بعضی‌ها یه سفر کوتاهه، برای بعضی‌ها تغییر محل کاره و برای بعضی‌ها شروع یه پروژه جدیده. اگه کسب و کار داری، فال میگه این ماه ایده‌ای به ذهنت میرسه که میتونه درآمدت رو بیشتر کنه. دست کمش نگیر. از نظر مالی هم یه خبر خوب دیده میشه. ممکنه پولی از یه جایی که انتظارش رو نداری به سمتت برسه یا یه نفر کمک کنه تا یه گره مالی برات باز بشه. از نظر احساسی یه نفر وارد زندگیت میشه که شاید خیلی اهل حرفای عاشقانه نباشه، اما رفتارش بیشتر از 1000 تا جمله دوست دارم عشقش رو ثابت میکنه. یادت باشه همه آدم‌ها عشقشون رو با کلمات نشون نمیدن. بعضیا با مراقبت کردن، با وقت گذاشتن و با حضورشون دوست داشتنشون رو ثابت میکنن. یه هشدار کوچیک هم اینجا دیده میشه. خیلی مراقب حرف زدنت باش. ممکنه یه سوء تفاهم کوچیک بی دلیل یه رابطه یا همکاری رو تحت تاثیر قرار بده. قبل از اینکه جواب کسی رو بدی چند ثانیه فکر کن. گاهی یه جمله میتونه پلی بسازه. گاهی همون جمله پلو خراب میکنه. کد کیهانی شما رو بخوام بگم 938. این نماد اعتماد به نفس، شروع تازه و گسترش روزیه. تیر ماهیای حساس و دوست داشتنی من. اولین نشونه‌ای که توی فال شما دیده میشه شمع روشنه. نشونه‌ای از امید، روشن شدن مسیر و برگشتن گرمای چیزی که فکر میکردین خاموش شده. اگه مدتی دلخوری، فاصله یا سردی توی رابطه وجود داشته، انرژی آشتی و یه گفتگوی دوباره دیده میشه. اما عزیز دلم، قبل از اینکه فقط به برگشتن یه نفر فکر کنی، ببین اصلا این رابطه واقعا آرامش قلبت رو به همراه داره یا فقط برای خاطراتش دلت تنگ شده. نماد ستاره 5 پر هم تو فالت دیده میشه. نشونه یک آرزو، یه خواسته قدیمی یا هدفی که کم کم داره به واقعیت نزدیک میشه. یه پیام مهم برات دارم. رنج هایی که پشت سر گذاشتی فقط برای خسته کردنت نبوده. بعضی سختی ها آدم رو عمیق‌تر، آگاه‌تر و قوی‌تر میکنن. کد کیهانی تیر ماهیای عزیزم 259. مردادیای پرقدرت و پر انرژی. تو فال شما ترکیبی از روشنایی و هشدار دیده میشه. نماد مرغ آمین، یعنی صدای خواسته ها و آرزوهای شما شنیده میشه. این ماه قدرت کلامتون بالاه. پس بیشتر درباره چیزهای حرف بزنین که میخواین بسازین، نه ترسایی که میخواین از اونها فرار کنین. اما یه نشونه دیگه هم دیده میشه. مراقب رابطه‌هایی باشید که فقط از شما انرژی، وقت یا حتی محبت میگیرن ولی چیزی بهتون بر نمیگردونن. ممکنه یه نفر در اطرافتون ظاهر مهربونی داشته باشه، اما بهتره مرزهای خودتون رو حفظ کنین و ارزش خودتون رو فراموش نکنین. از نظر مالی نشونه حرکت و پیشرفت دیده میشه. تلاشی که مدت‌ها انجام دادین میتونه کم کم نتیجه خودش رو نشون بده. و پیامی که برای مردادی‌ها دارم، همیشه در دسترس بودن نشونه مهربونی نیست. گاهی نگفتن یعنی احترام به خودت. دوست من، کد کیهانی 550 رو فراموش نکن. شهریوریای دقیق و با فکر من. نماد اصلی شما
پله هست. یعنی عبور از یک مرحله سخت و رسیدن به یک جای امن. اگر مدتی درگیر انتظار، نگرانی یا بلا تکلیفی بودی، این ماه انرژی تغییر و جمع شدن یه پرونده قدیمی دیده میشه. نماد برگ سبز هم خبر از رشد آروم داره. شاید اتفاقها با سرعتی که میخواد جلو نرن، اما مسیر در حال ساخته شدنه. تو مسائل مالی نشانه بهتر شدن شرایط، افزایش پسنداز یا رسیدن به نتیجه یک تلاش دیده میشه. تو کارهای اداری و قانونی هم انرژی مثبتی وجود داره. اما مراقب سیب‌های کرم خورده باشید. یعنی هر چیزی که ظاهر زیبایی داره لزوماً برای شما مناسب نیست. آدم‌ها، پیشنهادها و انتخاب‌ها رو فقط از روی ظاهرشون قضاوت نکن. کد کیهانی شما 292. مهرماهیای آروم و صلح طلب من. اولین نشونه‌ای که توی فالتون دیده میشه یه خط صاف و محکم شبیه مسیر روشنه. انگار مدت هاست بین چند تا انتخاب یا چند تا تصمیم مردد موندی. حالا زمان روشن کردن تکلیف یک موضوع مهم رسیده. نماد تاج هم کنار این نشونه دیده میشه. نشونه ای از ارزش، نتیجه تلاش و حتی یک پاداش یا فرصت مالیه که میتونه غافلگیرتون کنه. برای بعضی ها میتونه یه قرارداد کاری مهم باشه. برای بعضی ها هم یه قدم جدی تو رابطه عاطفی. یه شخصی که شاید اسمش با علی مثلا اینجوریه همراه باشه، انرژی حمایتی داره. میتونه تو مسیر جدید کنارت قرار بگیره. اما عزیز دلم یادت باشه تصمیمی که برای آرامش قلبت میگیری قرار نیست مورد تایید همه باشه. تو مسئول زندگی خودتی، نه رضایت همه آدما. اگه دلت سنگینه اجازه بده احساساتت بیرون بیاد. گریه کن. این ضعف نیست. پاک کردن گرد و غبار دلته. گاهی یه انتخاب شجاعانه دری رو باز میکنه که مدتها پشتش منتظر بودی. عزیز جانم، کد کیهانی شما 757. آبانیای قوی و عمیق. تو فال شما نماد چشم دیده میشه. یعنی این روزا با دقت به همه چیز نگاه کن، اما همه چیز رو برای همه تعریف نکن. یک فرصت، یک موفقیت یا یک اتفاق خوب ممکنه در حال شکل گرفتن باشه. اما هنوز زمان گفتنش به همه نرسیده. بعضی بذرها وقتی آروم و دور از هیاهو رشد میکنن محکمتر ریشه میگیرن. نماد سوسک هم دیده میشه. یعنی ممکنه چهره واقعی یه نفر که رفتار دوگانه‌ای داشته برای شما آشکار بشه. شاید چیزی که مدتی حسش میکردین بالاخره خودشو نشون بده. از گذشته‌ای که فقط خستگی به همراه داره فاصله بگیر. هر کتابی که بسته شده قرار نیست دوباره خونده بشه. پیامی که برای آبان ماهیا دارم: آروم پیش برو. همه موفقیت‌ها نیاز به تماشاگر ندارن. کد کیهانی شما 780. آذر ماهی ماجراجو. تو فنجون شما یه مسیر آروم دیده میشه. انگار بعد یه دوره فشار و خستگی کم کم سبکتر نفس میکشی. ممکنه یه خبر مالی، یه مبلغ یا یه کمک از طرف شخصی که اسمش با سین یا شین همراهه به دستت برسه. برای بعضی هم نشونه یه تغییر تو مسیر کاری یا یک شروع تازه است. تو روابط عاطفی انرژی یه فرد پرشور و متفاوت دیده میشه. کسی که میتونه نگاه شما به عشق و زندگی رو تغییر بده. اما یک پیام مهم برات دارم. فرزندانتون، اطرافیانتون و آدم‌هایی که دوستشون دارین مسیر و انتخاب‌های خودشون رو دارن. عشق واقعی یعنی همراهی، نه کنترل کردن.
گاهی بزرگترین تغییر زندگی وقتی شروع میشه که به جای جنگیدن با مسیر باهاش همراه بشی. آذر ماهی جانم، کد کیهانی شما 21. دی ماهی پرتلاش، تو فال شما 2 خط کنار هم دیده میشه. نشونه یک همراه، یه همکاری یا کسی که قرار بخشی از مسیر رو با شما طی کنه. شاید پیشنهاد کاری، یه همکاری جدید یا کمک از طرف کسی باشه که انتظارش رو نداری. احساس میکنم برگ سبز ماشینم میبینم. بعضی نشونه های مثلا معامله، جابجایی یا موضوعی مربوط به وسیله نقلی است. یه فرصت مالی یا کاری میتونه خودش رو به این صورت نشون بده. اما مراقب آدمایی باش که فقط خبر میگیرن و انرژی شما رو کم میکنن. وقتش رسیده با قدرت و آگاهی تصمیم بگیری. اما غرور همه چیز رو باید خودم انجام بدم و خودم بلدم و اینا رو کنار بذار. پیامی که برات دارم اینه: کمک گرفتن کوتاه اومدن نیست. گاهی هوشمندانه ترین قدم برای جلو رفتنه. کد کیهانی شما 800. بهمن ماهی خلاق و متفاوت. تو فال شما ابتدا کمی تیرگی دیده میشه، اما انتهای مسیر روشنه. ممکنه اول یکم تأخیر و یکم دلخوری و یه تغییر تو برنامه داشته باشی. بعدش فکر کنی چرا همه چیز طبق انتظار تو پیش نرفته. اما فالت میگه عجله نکن. چیزی که امروز شبیه مانع دیده میشه شاید فردا تبدیل به محافظ مسیر شما بشه. تو کار مخصوصا فعالیت‌های آنلاین نشونه رشد دیده میشه. یه فرصت تازه میتونه ورق زندگی رو برگردونه. فالت میگه قدرت اصلی شما بیرون از شما نیست. در توانایی‌هایی که هنوز کشفش نکردی. اینم بگم، هر در بسته‌ای پایان راه نیست. بعضی درها فقط مسیر اشتباه رو از شما دور میکنن. کد کیهانی شما 375. اسفند ماهیای عزیز، فالتون خیلی آروم و امیدوار کننده است. من مشک آب میبینم. نشونه برکت، نتیجه تلاش و رسیدن آروم آروم به چیزی که براش صبر کرده بودی. فالت خبر از نظم، قانون و حل شدن بعضی مسائل رسمی یا اداریه. توی مسیر ممکنه چهره واقعی بعضی آدما رو بهتر بشناسی. شاید بعضی تصویرایی که از افراد توی ذهنت ساخته بودی تغییر کنه. اما این شناخت خودش یه هدیه است. توی عشق تعادل فراموش نکن. دوست داشتن قشنگه، اما مراقب باش خودت رو تو رابطه گم نکنی. و جمله آخر، به راهی که اومدی نگاه کن. تو همون آدم اول مسیر نیستی. عزیز اسفند ماهی، کد کیهانی 512 رو فراموش نکن. عزیزای دل من، امیدوارم این پیام ها برای شما لحظه ای آرامش، امید و لبخند آورده باشه. یادتون باشه فال و نشونه ها فقط برای باز شدن ذهنتون هستن. اما زیباترین نیرویی که مسیر زندگی رو تغییر میده انتخاب ها، تلاش ها و قلب امیدوار خودتونه. اگه با بخشی از این فال ارتباط گرفتین، کد کیهانی ماه تولدت رو توی کامنت ها برام بنویسین و انرژی خوبتون رو با ما شریک بشین. منتظر ویدیوهای بعدی و فال های تازه باشین. تا دیدار بعد شما رو به خدای مهربون میسپارم. دلتون آروم، روزگارتون روشن و قدم هاتون پر از خیر و برکت.